توجه کردین که کلمات توصیفی بند دیسکریپتورها توی لکسیکال ریسورس و گراماتیکال رنج اند اکیرسی توی تسک 1 و 2 با هم فرق داره؟ توی بند 8 و 9 اگه بند دیسکریپتورهای تسک 1 رو نگاه بکنید scope of the task داره. این توی تسک 2 نیست. عکسی که گذاشتم به عنوان در واقع thumbnail این ویدیو همین نشون میده. حالا چرا این مهمه؟ به خاطر این مهمه دوستان که این مقوله رنج یه سری وقتا مشکل ساز میشه واسه ما. بچه ها مثلا فکر میکنن که باید بیان یه کلمه مثل نیدر استفاده بکنن به عنوان lowest point که معنی بده و رنجشون بره بالا، در صورتی که خب مثلا نیدر توی نمودارها سطح زیر خط رو میگن. یعنی یه نموداری که اینجوری مثلا داره میره بالا، اون تیکه زیرش نیدره. lowest point، نیدر معنی lowest point تخصصی فیزیکه و یه سری کالوکیشن ها مثلا the nadir of her career یا مثلا the nadir of the pound، یعنی پایین ترین نقطه در واقع ارزشی پوند. حالا شما اگه بیایید اینو توی تسک 1 آیلتستون استفاده بکنید احتمالاً اشتباه استفاده میکنید و احتمالاً نمره از دست میدید. حالا در جواب به این scope of the task پس چی کار کنیم که نمرمون بره بالا؟ به نظر میاد با توجه به سمپل هایی که توی کمبریج هست نمره بالاها مثل کتاب 17 تست 2 و 4 که جفتشون هم ترندن و جفتشون هم نمره 7.5 داره سمپل های آخر کتاب، میبینی که مثلا uncommon lexical item و rose significantly در نظر گرفته، rebounded در نظر گرفته. چرا مهمه اینا؟ به خاطر این مهمه که ایناست که دنبالشن. یعنی شما واسه این که اون معیارای بالای لکسیکال ریسورس و گراماتیکال رنج اند اکیرسی رو رعایت بکنید تو تسک 1 آکادمیک، به نظر میاد که کافیه از قید و صفتای درست استفاده بکنی و از comparative language درست استفاده بکنی. comparative language مقایسه کردن به این معنا نیست که بیایم بگیم in comparison فلان چیز اتفاق افتاد. وقتی مثلا من میام میگم که something rose by a staggering مثلا فلان قدر، بعد میام میگم whereas something else only rose by بهمان قدر، این onlyه که داره در واقع یه شرط ایجاد میکنه، یه توصیف اضافه ایجاد میکنه واسه یه تیکه بعدیش که میخوایم بگیم کمه. این اون چیزیه که به ما رنج میده. یعنی در نهایت دوباره دقت توصیف ماست که واسه ما رنج ایجاد میکنه. قرار نیست که کار عجیب و غریبی بکنیم، قرار نیست که بریم بالا بیایم پایین و کلمات ادبی استفاده بکنیم توی تسک 1. قراره که از کلماتی استفاده بکنیم مثل قیدها و صفتایی که شدت تغییر رو نشون میدن. مثلا اگر که ترند داریم، مثل ساختارهایی که ریپلیس شدن رو نشون میدن یا جابجا شدن رو نشون میدن یا مثلا دیسپلیس شدن رو نشون میدن توی مپمون. اینا اون چیزاییه که به ما رنج میده. دنبال چیز دیگه ای نباشیم. و اگر هم کسی بهتون گفت که اون کسایی که میگن کلمات سخت استفاده نکنین خودشون بلد نیستن، بهشون بگین که بیان با من صحبت بکنن شخصا تا کلمات سختی که بلدم رو بهشون بگم و خیالشون راحت بشه که اینجوری نیست. دنبال کلمه سخت نیستیم، ما دنبال کلمه درستیم.